کدام مردی که 2 زنه است یا 3 زنه است یا 4 زنه است در بین اینها عدالت جاری کرده نمیتواند و روز قیامت از زن برای زیباگیش و برای شهوت در نکاح نداره. اگر تو اونقدر جوان مرد هستی و اگر تو مثال کاری ثوابکار باشی، پیغمبر خدا بجز 1 دختری باکره دیگر هیچ زنی باکره نگرفتند. پیروی پیغمبر چه امروز بیوه ها هستند، کودکدار هستند، برای تربیه اونها مرحمت در نکاح بدار. اگر خاطر تو مثال برای شهوت نباشد. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд. ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, қавӣ намудани мардонагӣ, дароз намудани муҳлати ҳамхобагӣ, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. رسول اکرم میگوید وقتی که من مدینه میرفتم با همراهی چند صحابه، پیش ما کی بود؟ عبدالله ابن عریقت است. این میگه پیشوا بود که این مشرک بود، میگه وای راهنمایی میکرد، راه مدینه را برای ما نشان میداد. اگر مدد گرفتن از کافر خطا میشد، امروز اون روز پیغمبر خدا پیش راهنما یک مشرک قرار نمیداد. برای همین چی اختصاصی نباشد، از کدام کافر است، مشرک است، شما بیاموزین. این غلط نیست. حتی کتاب زکات کدامید که مختصر خان باشین، کتاب زکات تماشا کنین، میگوید بغیر زکات، در کتاب مختصر شرح شده میگه بغیر زکات دیگر تمام صدقه حتی آدم کافر دادن جایز. ما که شما را توصیه ندادیم که برده کافر صدقه بدین در حالتی که مردم مسلمان و همسایه خود تشنه و گرسنه است. لیکن فتواش میگم، حدیثش برای شما بیان کرده ایستادم. ملامت نکنین، کارش بی‌برار نمی شود، کارش با برار می شود. باز دعای چند مسلمان دیگر هم میگیرد. بگذار که متخصص شود. السلام علیکم داملای محترم. من یک برادر دارم، بسیار به طاعت و عبادت بود. روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزدار بود. در 3 روز 2 مصیبت روی برادرم آمد. یکی مادرمان از دنیا گذشت، دیگر فرزند صنف 4مش. یک باره این برادر عبادتهایش را قطع کرد، گویا که ناراضی شد از این مصیبت ها. من کسیته های شما را گوش میکنم. میخواستم چیزی در این موضوع گپ زنید تا که به گوش برادر به واسطه کسیته رسانم. بسیار خواهش میکنم، التماس، من و برادرم به شما بسیار اخلاص زیاد داریم. برادر عزیز، اگرچه من 2 روز پیش با این برادر با صحبت داشتیم، خدا در قرآن میفرماید ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا ان لله و انا الیه راجعون. خدای ما و شما که خالق ما و شماست فرمایش میدهد ای بندگان من، شما را من در 5 چیز امتحان میکنم. یکم، خوف بالای شما میارم. مثل که دیروز یک خوف بالای ما و شما آمد. بعضی برادرای نمازخوان جای نمازها را جمع کردند، مسجد آمدن قطع کردند. بعضیاش عرق نوش شدند که تا که اونها را در عذاب و مشقت گرفتار نکنند. بالای شما خوف میارم. گفت نگاه میکنم چگونه خدا را عبادت میکنی. والجوع، خاندان تو را دسترخوان تا خالی میکنم، بالکل در دسترخوان چیزی یافت نمیکنی. نظر میکنم که در حالت داشتگی چه خیل عبادت میکردی، در حالت گرسنگی چه خیل عبادت میکردی. و نقص من الاموال، در مال تو، در ثروت تو نقص پیدا میکنم، کمبودی میارم. نظر میکنم چگونه تو عبادت خدا را دوام میدی. و الانفس، فرزند تو را، خواهر تو را، برادر تو را، پدر و مادر تو را همشه به هلاکت میرسانم. نظر میکنم در روز مصیبت تو چگونه خدا را عبادت میکنی. و ثمرات، اگر زراعت و باغ داشته باشی در باغ زراعت ضرر میارم. نظر میکنم کنی احوال تو چگونه میشود. در این 5 چیز ما و شما را خدا دائم امتحان میکند. در دوامش خدا چی گفت؟ و بشر صابرین، کسانی که در این 5 امتحان من صبر کننده هستند،
این مصیبت های مدد صبر کننده هستند، اینها را بشارت ده ای محمد. الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. وقتی این مصیبت ها بالاشان آمد و باید که اونها بگویند ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم، وقتی این سخن گفتند اینها را بشارت بده. برادر عزیز، وقتی که اگر تو عبادت های خودت ترک کردی، معنای این را دارد که خداوند در حدیث های قدسی میگوید و من لم یرضا بقضایی و لم یشکر علی نعمایی و لم یصبر علی بلایی فلیخرج من تحت السماء و فوق الارض فلیطلب سوای ربی. کدام بنده من اگر در بلای من صبر نمیکند، در نعمت من شکر نمیکند، در تقدیر من کردگی راضی نمیشود، از زیر آسمان من، از بالای زمین من دور شود و برای خود خدای دیگر را طلب کند که من همچنان خدا هستم. در محبت هر کی او دعوا کند، 100,000 امتحان بر وی کند. گر بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. برادر کاذب نشو، دروغگو نشو، بنده اساسی شو. ایمان قوی قطعی در این روزهای مصیبت چکار کن؟ باز شکر تا زیادتر کن، باز طاعت تا زیادتر کن، اگر تو در نزد خدا بخواهی که جزای بگیری. ابو سلمه میگوید، یک قصه یادم آمد. ابو سلمه میگوید روز نزد پیغمبر خدا بودم. پیغمبر خدا گفتند اگر کدام بالای شما مصیبت آمد، باید شما بگویید که این لله و این الیه راجعون. اللهم اجرنی بمصیبتی واخلف لی خیرا منها. میگه ابو سلمه میگه پیغمبر خدا گفتند که کدام مصیبت بالای شما کدام وقتی آمد، بگویید که ما از خدا هستیم و به سوی خدا بازگشت داریم. پروردگارا در این مصیبتی که بالای من آوردی مرا اجر بده و در عوض این نعمتی که از من بردی بهترش را برای من نصیب بگردان. اینا گفت دعا کنید. ابو سلمه میگوید آمدم این حدیث پیغمبر را در پیش زن خودم ام سلمه روایت کردم. ام سلمه میگوید وقتی که من این سخن از شوهرم ابو سلمه شنیدم، یک چند مدت گذشت که ابو سلمه شوهر من از دنیا گذشت و همین تعلیمی که از پیغمبر خدا این شوهر بر من آورده بود این من خواندم. لیکن بعد خواندن این کلمات در حیرت ماندم، زیرا که پیغمبر خدا گفته بود است واخلف لی خیرا منها، از این نعمتی که از دست شما رفت از این در خدای مرا بهترش نصیب گردان. من این وقتی خواندم از شوهرم ابو سلمه دیگر مرد خوب نبود. من در حیرت ماندم که بعد این مرا کی را میداده باشد؟ این بهترین نعمت مرا برد، باز من بهترین نعمت دعوت دارم، دعای پیغمبر انجام داده ایستادم، بر من کی نصیب میشیده باشد؟ وقتی عیده من میگه گذشت، 4 ماه و 10 روز گذشت، بناگاه دری من تق تق شد. در را میگشایم، آفتاب تابان محمد نزد در ایستادگی است. دستهام که میگه ناشسته بود، دستهای خود شستم و رسول اکرم برده در خاندان خود شناندم. خوش آمدی. و سوی من گفت ام سلمه من برای خواستگاری تو آمدم، برای خواستگاری تو آمدم. میگد من در حیرت ماندم از این دعا و از این وعده که پیغمبر خدا کرده بود، خدا بر من نائل گردانید و گفتم محمد اولا من خیلی زنی تیز خواصی هستم و دویم این که زنی پیرانسال هستم، سوم این که عیال زیاد دارم. رسول الله گفتند ای ام سلمه روزی که من تو را نکاح میکنم و در نکاح خود میدرارم، این تیز خواصی تو را همش خدا نابود میکنه و این 30 سالی که تو پیرانسال هستی منم پیرانسال هستم و این عیالی که تو میگویی این عیالای تو همش حکم فرزندی مرا میگیرن، اینا فرزندی من میشوند. من میگه راضی شدم و بعد این قائل شدم که این دعا به خود تأثیر داشته است.
که از ابو سلمه دیده بهترین انسان من در مدینه بغیر پیغمبر نمیدیدم که پیغمبر مرا در نکاح خود در آورد. برادر عزیز، در اون روز شما این دعا کنید که خدایا از این فرزندی که از من گذشت از این بهترش برای من نصیب بگردان. انشاءالله تو خدا قادر است، خدا برای تو فرزند عطیه میکنن میدهد و برای شما نصیب میگرداند، بهترش خدا برای شما نصیب میگرداند. یک حدیثی هست که رسول اکرم میگه اذا مات ولد العبد، و این خاتمه میدیم برادر این سوال این برادر، وقتی که اگر فرزند انسان از دنیا میگذرد، اذا مات ولد العبد فیقول الله حبستم ولد عبدی، خداوند به سوی همون ملائکه هایی که جان این فرزند گرفتن میگفته است آیا جانی فرزندی بنده مرا گرفتید؟ فیقولون نعم، اونها میگفتند بله پروردگارا فرمان تو بود گرفتیم. فیقول الله، خدا میگفته است قبضتم ثمرة فؤادی، میوه دل بنده مرا کندید. این فرزند میوه دل است، میوه دل بنده مرا کندید. فیقولون نعم، میگفتند بله خدایا میوه دل بنده تو را کندیم. فماذا قال عبدی، خداوند سیوم سوالی که میکرد است چی میگفته است؟ وقتی که تو فرزند وی از خانه جانش گرفتی پدر و مادر وی چی گفت؟ آیا رو خراشی کرد؟ آیا لباسهاش دراند؟ آیا با زبان هرچی گفت؟ پیغمبر خدا میگوید انا بریء ممن حلق و سلق و خرق، من بیزار هستم از سه طایفه، کسانی که موی خود میکنند، کسانی که روی خود میخراشند، کسانی که لباسهای خود میدرانند. من از این سه طایفه بیزار هستم. برادرای عزیز، وقتی پیغمبر از شما بیزار باشد، نباشد راضی ارواحی نبینا چگونه بیندش در حشر فردا. اگر این راضی نباشد، ارواح پیغمبر از شما راضی نباشد، فردا شما چهره پیغمبر را چگونه نگاه میکنید؟ وقتی که از شما بیزاری طلب کرده ایستاد است، من بیزار هستم از آن امتی که رو خراشی میکند، موی سر میکند، لباس میدراند برای مادرش، برای پدرش، برای فرزندش. خدا میگفته است. چی گفتند؟ ملائکه چی میگویند؟ حمیدک و استرجع، خدایا ما در این حالت بنده تو در تعجب افتادیم، فرزند جگربند وی از خاندان وی نابود کردیم. اونها باشند میگویند حمد و ثنا از برای خدا، ان لله و انا الیه راجعون. این سخن ما از زبان بنده تو شنیدیم. خداوند چی میگفته است؟ مادامی که این سخن از زبان بنده من صادر شد، بنو للعبد بیتا فی الجنه و سموه بیت الحمد، الحال در جنت یک قصر بنا کنین و نام او قصر شکرانه بگذارین و منتظر این بنده درهای او را بسته کنین. خوش به حال آن بنده که ان لله و انا الیه راجعون استفاده میکند، در تمام بلا و آفت چی است؟ صبر کننده است، دل شکسته نمی شود، برعکس عبادت چه زیاد میکند. فکر میکنم ان شاء الله برای آدم عاقل این صحبت ها کفایت کننده هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که التحیات را میخوانند و یک چلیک دست راست را میبردارند، آیا این درست است و ثوابش در چه؟ این سوال من 10 بار جواب گفتم. برادرای عزیز، در حالت التحیات خواندن ما و شما به اشهد ان لا اله الا الله میرسیم، همین دست چلیک ما میبرداریم. اینا سنت پیغمبر خداست. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا در همین یک برداشتن چلیک آمده است. 36 حدیث صحیح پیغمبر خدا. برای همین بعضی از فتواها مثل کیدانی
خلاصه، بزازیه، تاتارخانیه، شرح ایلیاس، عالمگیری به نکردنش رفتن، گفتن نکنین. لکن رسول اکرم کردند، چهاریار کردند، 4 مذهبی برحق کردند. شما اختیار کنین کدام از زینه های اینها را قبول میکنین. خداوند در قرآن میگه و ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چیزی که پیغمبر خدا برای شما آورد و یا قبول کنین، از چیزی که پیغمبر خدا شما را منع کرد و یا چکار کنین؟ رد کنین، قبول نکنین. از این خاطر برای کسی که همین برداشتن انگشت مشکل افتاد وای به سوی همون جوان نگاه نکند یا وای مثال یگان تنبیه و یگان تحقیر نکند. خود نمی برداری برادر تا تحقیر نکن. رسول اکرم گفتن فهیه اشد علی الشیطان من حدید، من ضربت الحدید. همین یک برداشتن انگشت برای شیطان وزنینتر و مشکلتر است از آنی که به یک آهن در تار سر شیطان زده شود. راستی بار ما از حدیث بیرون شده نمیتونیم. چیزی که هست کسانی میگن در حضرت ابو حنیفه نکردن، انشاءالله کتابا در نزد ما هست. فقه الاسلام و ادلته 12 جلد است. در همون گفتن ابو حنیفه فقط حضرت همین تا میگذاشتن و همین یک انگشت میپرتاشتن، میبرداشتن و میپرتافتن، دیگر جمع نمیکردن، انگشت مشت نمیکردن. برای همین اختیار دارین، پیرو ابو حنیفه باشین، مثل ابو حنیفه اجرا کنین، ان شاء الله ثواب میگیرین. السلام علیکم داملای عزیز، کی افتخار ما مردم هستی. سوال دارم، آیا زنی که وفات میکند در شکمش کودک دارد که وای زنده هست چیکار کنین؟ یک ملا را پرسیدیم، گفت که اگر یک موی بدن مرده را بکنی گناهگار و در نزد خداوند جوابگویی و آن مرده در حق تو دعایی بد میکند و این در مذهب ما نیست. برادر فهمیدین به فکرم سواله؟ یک زن از دنیا میگذرد و در شکمش فرزند دارد، خود گذشته است و فرزند زنده هست، چیکار کنی؟ این برادر ملا گفته است که مذهب ما در جایز نیست حتی موی بدن او را کندن. موی بدن کندن و از این مسئله باید که ما استثناء کنیم. اون ملا این موی کندن و موی سر شانه کردن این دیگر موضوع است و این فرزندی که در شکم این زن است این دیگر موضوع است. مذهب ما از دسته بعضی همین ملاهایی که مذهب ما باور کردن همین مذهب ابو حنیفه قریب سیاه شده ایستاده است. چیزی را که نمیدانی از مذهبت این گونه فتوا نده. رسول اکرم میگه من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. کسی که اگر به علم فتوا میدهد وای در این فتوای دادگیش در نزد خدا گناهگار است. همین ابو حنیفه که ما مذهب ایشان داریم، ما صدقه ابو حنیفه میشیم، ما خاک پای ابو حنیفه نمیشیم. و همه شما را دعوت میکنم که از مذهب حضرت هیچ وقت ما و شما باید جدا نشویم، زیرا ابو حنیفه را امروز مردم ما نمیشناسند. خود ابو حنیفه میگوید فتوا ندهین در صورتی که ندانین که من خود از کجا گفتم. تا وقتی ندانین که همون سندی که من روایت کردم سند اگر شما ندانین شما از نام من روایت نکنین. امروز همه فتوا میدهد، از خدا بترسید. فتوا این آشکاری و پلاخری نیست. این فتوا خواندن و فتوا نگاه کردن این کتاب کشاده میکنی، تفسیر نگاه میکنی، معنای حدیث نگاه میکنی. نمیدانی شرم نکن رفته مرحمت از فلان داملا بپرس بگو، اینش در تو ثواب میگیری. وقتی اگر همچنان شد مذهب ما و شما و مذهب امام شافعی اتفاقا میگوید که وقتی همین حالت که رخ داد در حال کارچه را بگیرین شکم پاره کنین، شکم وای پاره کنین، این فرزند از داخل شکم بیرون کنین. اینا مذهب ابو حنیفه و مذهب امام شافعی میگه. مذهب امام احمد اجازت ندادن. مذهب امام مالک باشد فتوا با مذهب ابو حنیفه دادن، گفتن چاک کنین، طفل بگیرین. اگر مبادا زنده آمد خوش به حال همه ما و شما. اگر زنده نآمد یگان حرکت نداشته باشد تمام باید میپیچونیم برده میگرانیم.
تمام می شود فتوا بر جای خود آمد. مسئله حالش همین است. ابو حنیفه را وقتی میگه سوال کردن آیا در یگان مسئله پشیمان شده ای؟ حضرت گفتن یک مسئله را من جواب گفته بودم لیکن نمیدانم که حالی وی چی شده باشد. گفتن چی مسئله است؟ گفت یک زن را در حالت حمل فتوا دادم که شکم وی پاره کنند، حالی و فرزند چی شده باشد؟ اون فرزند در نزد ابو حنیفه خود سوال کننده بود. گفت همان زنی را که تو فتوا دادی و از شکم وی فرزند بیرون کردن، الحال همون فرزند من هستم. همون فرزند من هستم که امروز خداوند مرا عالم ساخته است، خدمتگار اسلام کرده است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت این نماز جمعه همه ما و شما را برخوردار بگرداند. خدا عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند. خدایا طاعت عبادت های ما و شما را باز هم زیباتر و زیادتر بگرداند. تمام آن بندگانی که خیر و احسان کردند و یا میکنند و در مدد این مسجد دستیاری دراز کرده ایستادند، خدایا از کل آفتهای زمینی و آسمانی در حفظ امانش نگهشان بداری و سردارهایی که بالای ما سر ما و شماست، خدایا در دل آنها محبت این ملت جایگیر بگردانی، توفیقشان خدایا رفیق بگردانی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین.